اسم و مشخصات یه ربات معامله‌گر این روزا بسیار زیاد توی دهن‌ها میچرخه. روزی هم نیستش که از من در مورد این ربات سوال پرسیده نشه و از من نخوان که این ربات معامله‌گر رو بررسی بکنم. امروز هم قراره در مورد همین ربات با هم دیگه صحبت بکنیم و این ربات معامله‌گر رو با هم دیگه بررسی بکنیم، ببینیم آیا این ربات کیفیت و توانمندی که در موردش صحبت میکنن داره یا نه. سلام رفیق، امیدوارم عالی باشی. من آرشم. خیلی خوش اومدی به یه ویدیوی جدید از پرشین روباتیک. همونطور که اول ویدیو بهت گفتم قرار در مورد یه ربات معامله‌گر که جدیداً خیلی سر و صدا کرده با هم دیگه صحبت بکنیم. خودت میدونی که ربات پولیه، ولی من به صورت رایگان قرار در اختیارت قرار بدم که خودت هم بتونی ازش استفاده بکنی. اما چند تا نکته الزامی وجود داره که باید بهش توجه بکنی. یک، هیچ ربات معامله‌گری ارزش از بین بردن حساب معاملاتی شما رو نداره. پس قبل از اینکه از هر رباتی بخوای استفاده بکنی، قطع به یقین باید به مدت 2 الی 3 هفته از اون ربات روی یک VPS فوروارد تست بگیری. دو، نتیجه بک تست یه ربات معامله‌گر به هیچ عنوان نشون دهنده کیفیت اون ربات معامله‌گر نیست. پس فقط و فقط به واسطه دیدن یه بک تست خوب به اون ربات معامله‌گر اعتماد نکن. حتما از ربات‌های معامله‌گر در حساب دمو خودت به مدت 2 الی 3 هفته حداقل فوروارد تست بگیر تا نتایجش رو نسبت به بک تستش بررسی بکنی. دقت داشته باش، تمام ربات‌های معامله‌گری که ما تو این کانال معرفی میکنیم به غیر از ربات پراپ هانتر که محصول اختصاصی خودمون بود و خدا رو شکر به لطف شما عزیزان به فروش رسید و تموم شد، همگی رایگان هستن و شما عزیزان هم میتونید از طریق کانال تلگرام، هم میتونید از طریق وبسایت پرشین روباتیک دسترسی مستقیم به این ربات‌ها داشته باشید. اینجا هم که پرشین روباتیک و کار ما بررسی کردن ربات‌های معامله‌گر برای بازار فارکس و کریپتو، در کنارش در خصوص پراپ فرم‌ها و بازارهای مالی با هم دیگه صحبت می‌کنیم و سعی می‌کنیم که اطلاعاتمون رو به اشتراک بذاریم. اگر به این موضوع محتوا علاقه‌مندی، باعث افتخارمه که کانال رو سابسکرایب بکنی. یه دونه کامنت انگلیسی مفهوم دارم برام بذار که ثابت نریزه. بدون اینکه زمان رو از دست بدیم، بریم روی صفحه کامپیوترم تا این ربات رو با هم بررسی کنیم. خب بریم سر سراغ ربات امروزمون. رباتی به اسم آروم AI، رباتی که در سایت MQL5 در حال فروش هست با قیمت $400. البته من فایل ربات رو به صورت رایگان به دست آوردم. فایل اصلی ربات هم هست، کرک شده نیست. رباتی که به صورت تک پوزیشن فقط کار میکنه. در تایم فریم 5 دقیقه روی asset طلا شما میتونید ازش استفاده بکنید و نکاتی که باید به قول خود نویسنده رعایت بشه اینی که asset طلا، تایم فریم 5 دقیقه، مینیمم دپوزیت گفته $100 که من اصلا یه همچین چیزی رو تایید نمی کنم. حداقل سرمایه برای کار کردن روی طلا $500 هست. اگر میخواید با عدد کوچیک‌تر وارد بشید واقعا دارید گمبل میکنید. گفته که شما میتونید توی همه بروکرها استفاده بکنید، روی همه تایپ های حساب ها از استاندارد، ECN و نانو و غیره میتونید ازش استفاده داشته باشید. VPS هم آپشنال در نظر گرفته، گفته که اگر باشه بهتر هست. یه سری توضیحات در مورد خود ربات گذاشته و چند تا بک تست، یه سری نظر هم داره. امتیاز خیلی خوبی گرفته در سایت MQL5 و مورد قبول همه بوده است. من این ربات رو روی 2 تا بروکر GTC و فاندد نکست با هم دیگه بک تست گرفتم که دونه دونه به هر دوتاش میپردازم. خب بک تست اول ما در بروکر فاندد نکست به مدت تقریبا 14 ماه نتیجه شده روی یک حساب $1000 ما تونستیم $1580 سود بگیریم، یعنی $2580 با پایین ترین ریسک ممکن. یعنی گذاشتمش که روی فیکس لات کار بکنه چون به صورت پیش‌فرض روی درصدی و به ازای هر پوزیشن 5% از حساب شما رو درگیر میکنه. من گذاشتم روی فیکس لات کار بکنه با درادان 5% و ماکسیمال درادان 6.8%، پرافیت فاکتور 8.04 و وین ریت معاملاتش در پوزیشن های شورت 92%، تقریبا 93% و روی پوزیشن های لانگ
8% بوده. در طول این مدت، در طول کل این مدت 95 تا دونه ترید برای ما گرفته که اولین تریدش رو از تاریخ 10/1/2024 گرفته و آخرین تریدش رو 7/2/2025. به نسبت مدت زمانی که کار کرده تعداد معاملاتش کم بوده. 95 تا معامله تعداد معامله کمی محسوب میشه، اما به صورت کلی چیزی که دارم در بک تست میبینم به واسطه اینکه تک پوزیشن داره کار میکنه عملکرد بسیار قابل قبولیه. اما با توجه به اینکه متا 4 هست ربات و البته در متا 4 ما خیلی این امکان رو داریم که ربات ها هیستوری ریدر باشن، پیشنهاد میکنم که حتما یه بازه زمانی هولوشن 1 ماهه رو شما فوروارد تست بگیرید از این ربات و عملکردش رو اونجا ببینید. در بک تست واقعا نمیشه به عملکرد ربات ها اکتفا کرد. کوالیتی مدلش هم 83% هست. بریم در بروکر GTC. من بروکر GTC رو هم خدمت شما نمایش بدم. تقریبا نتیجه مشابهی داشتیم با درادان حتی کمتر، یعنی ما $1569 به دست آوردیم از این ربات در بک تست تقریبا 14 ماهه و وین ریت معاملاتمون 86% و 98% بوده. اینجا وین ریتش یه مقداری توی پوزیشن های شورت کمتر هم بوده. اینجا 105 تا معامله برای ما گرفته با پرافیت فاکتور 5.02. ببینید دوستان، ما دو تا بروکر رو با هم دیگه داریم بک تست میگیریم. میبینید که عملکرد ربات در دو بروکر با هم دیگه تفاوت داره، از نظر سوددهی نه، ولی از نظر تعداد پوزیشن، پرافیت فاکتور، وین ریت و غیره با هم دیگه متفاوت هستن. پس دقت داشته باشید که در بک تست هم اختلاف هایی وجود داره. اینکه فقط صرف اینکه بگیم یه دونه ربات کیفیت خیلی خوبی داره، در بک تست اینطور نیست، باید حتما فوروارد تست گرفته بشه. ولی به صورت کلی عملکردش بسیار عملکرد جذاب و خوبی بوده. اینجا کوالیتی مدلش 90% بوده. بروکر GTC هم خب به هر حال خودتون در جریان هستید که بسیار بروکر با کیفیتی هست و شما میتونید روی این بروکر فعلا در حال حاضر حساب متا 5 ECN داشته باشید. سرور متا 4 شون در حال آپدیت هست، شاید تا 15-20 روز به شما حساب متا 4 ECN ندن، ولی به صورت کلی میتونید حساب ECN، حساب سنتی و حساب استاندارد رو داشته باشید. خیلی وقت هم هست که ما داریم باش کار میکنیم. همه دوستان هم از خدمات این بروکر بسیار راضی هستن. 15 الی 20 سال سابقه کار دارن، امتیاز بالای 8 دارن، یه دونه شکایتی هم ندارن. کیفیت کارشون بسیار خوبه. اگر دوست داشتید میتونید از لینک زیر ویدیو اقدام بکنید برای ثبت نام کردن. گرافش رو هم دارید مشاهده میکنید. تا یه جایی اصلا ما نوسان نداشتیم، یه تیکه کار کرده، ولی تقریبا از تاریخ برج 10 به این ور یه مقدار روند فعالیت ربات مثل گذشته رونق نداشته و کمجون شده. این اتفاق در فاندد نکس هم تقریبا همین جوریه. این تا 17-12 این شکلی بوده، یعنی یک روند صعودی بسیار یه تیکه، ولی از برج 12 به این ور یه مقداری دوچار مشکل شده. البته که مشکل نیست، ولی خب سوددهی ربات مثل گذشته نبوده. ولی در مجموع به نظر ربات خوبی میاد. شما میتونید تنظیماتش رو هم ببینید که چیز خاصی نداره. این ربات فیلتر خبر نداره، فیلتر مدیریت حد ضرر روزانه نداره. پس در کنارش حتما از این دوتا فیلتر استفاده بکنید، دوتا اکسپرت استفاده بکنید. قبلا در مورد جفتشون صحبت کردم، ویدیوهاشو براتون میذارم بالای صفحه. شما اینجا استاپ تی پی و اسپرد رو مشخص میکنید. برای پراپ فرم میتونه مفید باشه، مناسب باشه. باید بک تست بگیرید به نسبت موجودیتون. و آرزم به خدمت شما ماجیک نامبر و ای کامنت رو داره. من اینو گذاشتم روی 0.04 که تست بگیره، هم در این بروکر هم در بروکر GTC. فکر کنم اول ویدیو اشتباه گفتم، پایین ترین ریسک با 1/100 با 0.04 بک تست گرفتیم. ولی به صورت پیش‌فرض این Enable Automatic Lot Calculation روشن هست، ترو هست و خودش خودکار 5% رو به ازای هر معامله درگیر میکنه.
میتونید به صورت درصدی هم ورود بکنید با توجه به اینکه تک پوزیشن کار میکنه، ولی باز پیشنهاد میکنم بهتون که به هیچ عنوان از هیچ ربات معامله‌گری در هیچ حسابی به صورت مستقیم لایف تست نگیرید. بک تست بگیرید، استراتژیش رو ببینید، بعد که به استراتژی ربات مسلط شدید فوروارد تست بگیرید، حداقل 3 هفته 4 هفته، و بعدش بیارید روی حساب لایو خودتون بذارید که دیگه خیالتون آسوده باشه، توی لایو مارکت هم تستشو پس داده باشه. در کنارش از فیلترهای امنیتی نظارتی حتما استفاده بکنید که به امید خدا فشاری به حسابهای شما نذاره. بریم یه کوچولو از عملکردش هم با هم دیگه ببینیم. خب ما اینجا یه دونه پنل داریم و این پنل قاعدتاً باید یه خورده شکیل‌تر باشه و جایگاه درستی داشته باشه، ولی خب به هر حال این شکلی هست دیگه. همونطور که می‌بینید ربات تک پوزیشن می‌کاره با یه استاپ کوچیک و با یه استاپ بزرگ و تیپی کوچیک که عمدتاً هم تیپی میگیره و معاملاتش با سود بسته میشه. اینجا هم برای شما میزنه که میزان سود ربات چقدر هست. در این قسمت هم گلوبال ترند رو میزنه برای شما که مثلا ترند رو به پایینه، رو به بالاه. حالا به صورت کلی رفتار و عملکرد ربات هم این شکلیه که دارید میبینید. خب رفیق، تا اینجای ویدیو رو دیدی، دمت گرم. یه نکته بسیار مهمیه که من باید فکر میکنم تو همه ویدیوها اینو بگم. ببین دوست خوبم، ملاک و معیار انتخاب یه ربات معامله‌گر اصلا اینجوری نیستش که شما تو یه ویدیو ببینی خوشت بیاد بری استفاده بکنی. لباس نیست. هر ربات معامله‌گری یه سری مشخصه، یه سری نقاط قوت و ضعف داره که شما باید بر اساس شرایط خودتون این ربات رو انتخاب بکنید. نمیتونید بیایید به من بگید آقا این رباته که معرفی کردی به نظرت خوبه، یا تو به نظرت کدوم ربات خوبه. شاید رباتی که از دیدگاه من خوبه از دیدگاه شما زباله باشه. چرا؟ چون من شخصیت پر ریسکی دارم، من سرمایه‌ام با شما متفاوته، من در بروکر دیگه‌ای دارم کار میکنم و حساب متفاوتی دارم، شخصیت و استایل معامله‌گری من با شما فرق داره. پس همه این عوامل رو وقتی کنار هم دیگه بذاری میبینی که اصلا ربات هم مهم نیست. خود منم که مهمم، من دوست دارم چی کار بکنم. شاید من دوست دارم در طول یک ماه 50% رو حسابم سود بیارم، شما میگی آقا من 4% بگیرم راضیم. شخصیتامون با هم فرق داره، نوع انتخاب رباتامون هم قطعا با هم دیگه فرق خواهد داشت. پس خیلی به این موضوعات توجه بکن و اینقدر به من پیام نده که آقا از نظر تو کدوم ربات بهتره. با در کنار هم گذاشتن نکته هایی که بهت گفتم میتونی ربات معامله‌گر به نظر خودت رو بین این تعداد رباتی که دارم معرفی میکنم انتخاب بکنی. اگر محتوای این ویدیو رو دوست داشتی، لایک فراموشت نشه، حتما سابسکرایب بکن، حتما ویدیو رو برای دوستای خودت بفرست. در شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام و تلگرام هم با همون همراه باش. کلی بهمون کمک میکنی که این ویدیوها در معرض آدم‌های بیشتری قرار بگیره و آدم‌های کمتری باشن که ضرر میکنن. ممنونم ازت که وقت میذاری و ویدیوهای من رو دنبال میکنی. امیدوارم هر جا هستی سلامت و پرروزی و پر از برکت باشی. به امید دیدارت توی ویدیوهای بعدی.